بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا رب 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 يا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ما همه شما هموطنای خوبم، بیننده های درجه که برنامه خودتون دیگه الان دیگه صادقانه بدون ادا و اصول میتونیم بگیم برنامه خودتون، چون یک طایفه و تبار پرشمار شده در واقع اقلیم ماه عسل و طبق روال و تکرار مکرراتی که حتما برای ما پر از لطف و محبته و اون هم سپاس و قدردانی از لطف شماست، از چشماتونه، از نگاهتونه، از محبتاتونه، از رصد کردن و تماشا کردنتونه. متشکرم از همه شماها. با هر نوع نگاهی که دارین، با هر باوری که دارید، با هر برداشتی که میکنید از قصه هموطناتون و از روایت هایی که روی صندلی ماه عسل اتفاق میفته. جذابه و خیلی جالبه به نظرم برداشت های متمایزی که رخ میده. یعنی هر کسی از منظر خودش، از دریچه باور و نگاه و قلب خودش برداشت میکنه و آویز میکنه در واقع و سنجاق میکنه و الساق میکنه و قلبش یا ذهنش و حتی زانوش واسه راه رفتن، واسه تغییر مسیر دادن. نکته‌ای که وجود داره و نظرم نکته درستیه که شاید یکی از مهمونای ما در روز دوم هم بهش اشاره کرد، اینه که همه ما، کسی نمیتونه منکر بشه که یک اتمسفر متفاوت و یک حس و حال عجیب و شاخصی در ایام ماه مبارک رمضان وجود داره که این فقط هم مختص به روزداران نیست، حتی مختص روزخواران هم هست. یعنی یه ذره اونا هم حالشون تغییری میکنه و اینم من تکرار بکنم، واقعا سرمون از زندگی مردم بکشیم بیرون. یعنی اگر کسی رو ببینیم که روزم نمیگیره ما ربطی نداره، واقعا یکی از آموزه های درست، اگه بلدیم درست باش حرف بزنیم، بلدیم حالشو خوب کنیم، بسم الله. اگه بلدش نیستیم سرم تو کار خودمون باشه. این نکته خیلی نکته مهمیه. اما همونا هم یه حرمتی رو نگه می‌دارن. درسته ما دیروز یه حرفی هم زدیم با تعداد بسیار اقلی، اما حداقل دیدیم کسایی هم که تو کشور ما زندگی میکنن که حتی اصلا شاید باوری هم به روزه نداشته باشن، اما خیلیاشون ادب و حرمت روزه‌دار رو نگه می‌دارن. بعد از کنه دلشون، از لالو قلبشون اگه حرف کشی، شاید یه عطری رو استشمام کنن در ایام ماه مبارک رمضان که متفاوت‌تر از ایام دیگه سال باشه. در این شکی نیست واقعا. اگر این روزا بویی به مشاممون نمیرسه، باید یه ذره حواسمون رو جمع کنیم. شاید یه اتفاقی تو دلمون افتاده و خبر نداریم. شاید دکمه‌های آف شده ها و الا قاطبه این جمعیت با همه پراکندگی که داره این فضا رو حس میکنن. بعضی موقع‌ها این
حرفا به گوش میرسه، یه چیزی اتفاقی در درون خودمون افتاده حتما اگر اینو حس نمی‌کنیم. ولی از بچگی ما یادم 2 تا ماه یه عطر متفاوتی داره، یکیش با مبارک رمضان، یکیش هم ماه محرم. بزرگ شدیم ما این فضا. اگه جدیدن دیگه حسش نمی‌کنیم، شاید اینجا یه خبرایی هست و حواسمون نیست. دم اونای گرم که اگر اعتقادم ندارن حرمت و ادب و احترام و روزدار نگه می‌دارن و مهربونن و ماهن، دست شما درد نکنه، دم شما گرم، ان شاءالله که خدا بهتون اجر بده. این یه نکته اصلی که می‌خواستم بگم اینه که در واقع الساقش کردم به گفته‌های مهمونی که روز دوم در برنامه ما بود. یه جوی هم وجود داره، آره این طبیعیه. یعنی توی ماه مبارک رمضان یا توی ماه عسل خودمون یه ذره انگار که هممون یه افتی میکنیم، یه ذره آرومتر میشیم، یه ذره قرار پیدا میکنیم، یه ذره حداقل تقلا میکنیم یا تلاش میکنیم یا تمرین میکنیم، مشق میکنیم که مهربونتر باشیم، ماهتر باشیم، ها خیلی عصبانی نباشیم، خیلی قضاوت نکنیم، خیلی تهمت نزنیم، خیلی دروغ نگیم، کاری که همیشه خوب میکنیم احتمالاً دیگه. من از شما بیشتر، شما ماه جیگر، من مثلا خیلی بد. ولی نکته‌ای که وجود داره، خیلیامون وقتی از این مرز عبور میکنیم خیلی چیزا فراموشمون میشه و این نکته بزرگی، به نظر درس بزرگی بود در روز دوم برای ما. پیروز که راجعش صحبت کردیم که همه چی خوب بود، همه این به این فرهنگ رسیده بودن، همه از صحبت از مهربونی و تفاوت نگاهه میکردن، بعد از یه مدتی همه دچار بیماری عجیب و عدیده فراموشی میشن. پس خوش به حال کسایی که اگر وامی میگیرن از قلب ماه مبارک رمضان، نگهش میدارن، دو دستی میچسبن بهش و فراموشش نمیکنن. واقعا یکی از دعای بزرگمون امسال میتونیم باشه که خدایا فراموشی بهمون نده. اگه چیز خوبی یاد گرفتیم، یه کاری کن بتونیم بچسبونیمش، بتونیم نهادینش کنیم، بتونیم درونیش کنیم در وجودمون. مطمئن باشین هم آرومتر میشیم، هم قرار بیشتری پیدا میکنیم. یا علی. تو به جای منم داری زنج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیاش میشماره، هنوزم به جز تو کسی رو نداره. عوض میکنی زندگیمون، تو یادم دادی عاشقیمون. تو رو تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نداشت و نوشته. تحمل نداره نباشی، دلی که تو تنها خداشی. یه ستاره سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد، فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم. بغلم کن ازم
همه چی ما بگی بذار گریه کنم پیش تو دل سیر. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگیاش میشماره، هنوزم به جز تو کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی، تو تنها خداشی، تو تنها خداشی، تو تنها خداشی، تو از لالوی اون همه پیامک و واکنش به برنامه یه نکته بانمکی بود که حالا در چیزی که قید شده بود، پیامک این بود که یک بزرگتری هم برامون فرستاده بود، حالا احتمالاً سن و سالدار، از نوع پدرش، که حرفایی که میزنید، برنامه‌هایی که دارید، موضوعاتی که دارین، قصه‌هایی که دارین، آدمایی که دعوت می‌کنین، سوژه هاتون، یعنی شما که راجع به این موضوعات واکنشتون اینجوریه و اینجوری حرف میزنید و اینا، یا همتون اینجوری برخورد میکنید؟ معلومه که نه، معلومه که نه. اگر کسی روبروی شما ایستاد جلوی لنز دوربین حتی در رسانه ملی و گفت من مبراترین آدمم، من پاکیزه ترین آدمم، من ماهترین بنده خداوندم، داره دروغ میگه، خیلی رسما داره دروغ میگه و اصلا تردیدی نکنید. من و همه رفقام و همه کسایی که دل به دل دادیم و در واقع زلفمون رو گره زدیم با شما، با نگاه‌های شما، شبیه شماییم. تمام قرار ماندگاری و مانایی خود ما هست، منهای همه ماها، اینکه چه کسی باشه، چه کسی کار کنه، چه کسی اجرا کنه، چه کسی کارگردانی کنه، اصلا کاری به این قصه ها ندارم. فقط و فقط اون صندلیه و این ماهیت و شاکله است که شنونده این قصه ها باشه، بلکه یک تلنگری در دلش بخوره. همه ما هم اگر حضور داریم میایم که یاد بگیریم، اگه فراموش کنیم چون شبیه شماهاییم، شما هم شبیه، فرقی نمی‌کنیم. ما فکر می‌کنم از بزرگترین کارهایی که میتونیم از خدا بخوایم تو این ماه حداقل یادمون بده اینه که آدم‌ها رو قضاوت نکنیم. پیروزم راجعش حرف زدم. مدیر مسئول رفتار آدماییم، دانای کلیم، رئیس دنیاییم، یه جایی خدا میشیم، یه جایی وحی بهمون انگار نازل میشه، یه جاهایی میشیم تور لیدر بهشت و جهنم، اینو میبریم جهنم، اونو میکنیم تو بهشت و اصلا هم حواسمون نیست که اون کسی که داره از بالا نگاه میکنه همه رو یه اندازه میبینه، هممون رو یه اندازه میبینه. پس ازش بخوایم. اونم صریح اعلام کرد. برای همین من و آدم‌هایی که پای منبرشون یاد گرفتم ازشون سعی میکنم کسی رو قضاوت نکنم، چون خدا فریاد میزنه تو قرآنش، ببین من کسی رو ممکنه ببخشم که تو فکرشو نکنی، کسی ممکنه محبوب من باشه که تو اصلا فکرشو نکنی، تو بدت بیاد ازش، فوشش بده، فکر کنی که چه آدم بدیه. من جای اون نیستم و پیشنهادم اینه که شما هم که نگاهتون اینجوریه حداقل دیگران قضاوت نکنین. هیچ ادعایی هم ما نداریم. من خاک پای این حرف با این حرف شعاریه ولی میزنم، یعنی که الان در 32 سالگی بهش اعتقاد راسخ دارم. ممکنه کوچولوتر بودم، پر روی زیاد میکردم، انقدر رفتم اومدم دیگه قرار گرفتم که حتما من الان معتقدم اگر صفی به عدالت تشکیل بشه، کسی بخواد بیاد جای من اینجا، اگه منم خودم تو اون صف قرار بگیرم، نخوام خیلی تواضع کنم، وسطای اون صفم، حتما خیلی آدم با استعدادتر، با دانش بیشتر و بهتر، با انگیزه بیشتر، خلاق‌تر میتونن جای من اینجا بشینن. والله اصلا تردید تو این نداره. حالا قسمت من شده، خدا رو شکر. سال بعد نمیشه، سال قبلش نمیشه، قسمتی بود، حکمتی بود. میخوام بگم که اینو فکر نکنید که ما از بالا به چیزی نگاه میکنیم یا میگیم ملت ما اینا رو میدونیم شما یاد بگیرید. نه اصلا. خیلی چیزا در پخته شدن من و رفقام همینجا شکل گرفته. یه آدمی که اصلا ادعای نداشته اومده یه حرفی زده که ما تکون خوردیم. پس ما دستان بالاست و تسلیمیم. کسی یه وقت اینجوری فکر نکنه که ما داریم از بالا بهش نگاه میکنیم. هنوز هم در کشور ما آدمایی هستن که
به شدت مشرفن، آگاهن، بصیرت دارن، معرفت دارن و عالمانه زندگی میکنن که به چشم نمیان. خیلی هم بلدن چجوری زندگی کنن که گل و رشدی نکنن، تو چشال مردم نرن، که اونا به نظرم جذاب‌ترن و محبوب‌ترن و عزیزترن. خیلی پشت سرم حرف زدن. دیروز یه تیکه از پشت سر دیروز رو ببینیم، یه حاشیه هم داشته، بعدش حتما براتون تعریف میکنم. مهدی که دیروز بنز برده بود و اومد اینجا کلی حرف زد، برگشت شهرشون مثل که شهر شده به خاطر یه شوخی که کرده. برمیگردیم توضیح میدم. خوبی؟ چطور دارم وقت نشد خیلی حرف بزنی؟ اصلا همه خوب بودن. چی؟ خوب بودن. نه شما بگین. خوب بود دیگه. خوب بود؟ شما راضی بودی؟ مجدگونی گرفتی یا نه؟ هنوز نه فعلا. نه آقا مجدگونی ندادیم. آقا این رسمه. بعدا میدیم. اگه خبر میاره بعد مجدگونی باشه ان شاء الله میدیم. فقط اومد زنموتون اومد گفتیم اون زنمویی که تو برنامه راجعش حرف زدین هست اینجا. آره دیگه تونه سوء تفاهم شده. چی شد سوء تفاهم؟ ما فکر کردیم آیه علی خانی شوخی میکنن که مثلا برای همین گفتیم. چی شوخی میکنن؟ گفتن پیامک رو گفتن که آقا مهدی بفرست زنمون نشست. زنموی آقا مهدی نشسته بود اونجا، گفت پیامک بزن، بعد گفت تقسیم کنیم با هم. اینو به شوخی گفت. آره به شوخی گفت، جدی نه. نه الان مگه جدی گرفتم؟ الان اینجا جدی گرفته؟ آره ناراحت شده؟ ناراحت شده. امیر آقا این برادرشون میخواد وایسی کنار داداش. وایسی کنار. وایس هیچ اختلافی هم نیست ها. همه چی خوبه. خانومت هم که اون پشت من گفتش که اصلا شوخی بود و مزاح بود اینو، درسته؟ نه فقط چون ایشون استرس داشتن، خب فقط یادشون وقت بگن که مزاح کردن شوخی بود، وگرنه همه خیلی خوشحالن. حاضر بودی اینو مبادله کنی؟ شاید خیلی سوال خوبی هم نباشه. حاضر بودی این پوله رو برنده نمی‌شدی ولی ابوالفضل مثل اولش بود. 110 میلیون که هیچ، 110 میلیارد هم باشه من با ابوالفضل عوضش نمی‌کنم. سلامتی ابوالفضل مهمتر از این چیزاست. خدا وکیل من اون فقط نشستم نماز خوندم، گفتم خدا مسئولیت هم زیاد شد. این لطفا چرا در قبال چی؟ بالاخره خدا لطفی میکنه باید با خوبی جواب شه، بنده خوبی باشی، سزاوار هم جایزه باشی، بعد کار سنگین‌تر میشه. مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج علیه السلام هم دیگه این از اسم مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج معلومه که از جایی میاد که خیلی پربرکته و ان شاءالله این جایزه هم بتونه برکت شما رو زیاد کنه. یاد من تقدیم آقا پسرتون میکنم. مبارکتون باشه ان شاءالله. این برکتش بیاد تو زندگیتون ان شاءالله. سال بعد ابوالفضل اینجا باشه، خودش سالم و سلامت. هدیه رو به خودش بدین ان شاءالله. اینو از طرف ما بدین به ابوالفضل. شما بردی دیگه. زیادم حرف نمیزنی ولی این هدیه هم این بیاد رو اون پول برکتش بیشتر. این هم یه هدیه است که ما هر سال به مهمونامون میدیم. این همون هدیه است که دلیه از طرف برای بچهای ما. این هم خدمت شما باشه. ان شاءالله مبارکتون باشه، یاد ما بیفته. به نظرم بانمک بود و جذابم بود ماجراهای دیروز. یه جوش خیلی راه افتاده، حالا بالاخره یه مدتیه در حوزه تبلیغات و اینها. خب طبیعی هم هست، همه جای دنیا هم وجود داره. اما نکته‌ای که هست، حالا دیروز از پس داستانایی که ما داشتیم و سه قصه‌ای که روایت کردیم، حالا خیلی‌ها با همزاد پنداری می‌کردن، میگفتن خب یعنی حالا از این قصه‌ای که شما طرح کردین، حالا یعنی اینا که برنده شدن، اونم رقم‌های اینجوری و اینها تو قرعه‌کشی‌های مختلف تو مملکتمون، حالا ما هم شرکت کردیم قبول نشدیم و نشده، قرعه به نام ما نیفتاده و طبق روال که هممون عادت داریم نصفمون خودمون رو بد شانس بدیم نصفمون خوش شانس. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون حواس شما نیست، یعنی که ما آدم بدی هستیم. اصلا اینجوری فکر کنیم. اینو حتما بزرگتران بهتر از من راجبش حرف میزنن. اما من تصور میکنم اتفاقا نکته بانمکش بود که خیلی سن و سال کمتری داشتن به نگاه اینجوری داشتن. شما چند تا پیرنگ تو زندگیت پاره کنی، حالا فرق نمیکنه پیرنگ یا شلوار، کفش اگه پاره کنی تو زندگیت، میفهمی که خیلی از اتفاقات واقعا به نفعت نبوده، به صلاحت نبوده، خیر برات نبوده. من دیروز به شما گفتم ما رو تو کیس کار میکردیم که بیان تمام تلاشو میکردیم و راضی نشدن و منم بهشون حق میدم. مثل امروز هم یه سوژه‌ای داشتیم که
خیلی اساسی پیچونده. البته مطمئن بودم که میپیچونه، ولی بچه‌ها اصلا داشتن که میاد، گفتم مطمئنم میپیچونه، من شرطو بردم. دیروزم همینطوری بود، برای اینکه می‌خواستیم کسایی رو بیاریم که اتفاقا همین جوایز رو برده بودن، یک زندگی که پر از آرامش و قرار بوده به هم خورده بوده. نمیخوام بگم الزاما اینها، نه، خدا رو شکر اتفاقا در قصه های دیروز ما این پور قسمت کسایی شده بود که زدن به زخمای زندگیشون. دایی که در برنامه ما بود یه بنای شریف نجیب در شهر سلماس در آذربایجان غربی، اون همه با زحمت و مشقت بچه‌هاشو بزرگ کرده، یه پولی اومده بود که اصلا ماشین زندگیش نداشت، حالا الحمدلله مثلا یه اتفاقی افتاده بود. اما میخوام بگم برعکسش هم هست. پس بازیه رو اینجوری نگاه نکنین و خوش به حال کسایی که به مقوله‌ای و دایره وسیعی به اسم حکمت اعتقاد دارن. به خدا بعضی موقع‌های اتفاقاتی که فکر می‌کنیم خجسته و مبارک و مهناه، عین آفت و شر تو زندگیمون و نمیفهمیمش. 3 سال که میگذره، 2 سال که میگذره، بعضی موقع زودتر، 1 ماه که میگذره پشیمون میشیم. به خدا که پشیمون میشیم. این حرفا برای این میزنم برای اینکه تجربه کردم خودمو. اگه نکرده بودم نمیگفتم. خدا شاید چیزی که بهش اعتقاد نداشته باشم یا لمسش نکرده باشم نمیگم، برای اینکه میدونم دروغه و شما خیلی زبل باهوش‌تر از اونی که بخواید نفهمین فرق دروغ و راست. منم مثل همه شما تجربه کردم، فکر می‌کردم عین ثواب، عین خیر، عین فوق‌العادگی برای من. بعد 2 ماه دیگه فهمیدم نه نیست. آی خدا شکر که نیومده، خدا شکر که نشده. بعدم یه چیزی بهتون بگم، خوش شانس واقعی کسیه که شانس رو برای خودش به وجود بیاره. اگه همیشه نشسته این منتظر این که شانس در خونتون رو بزنه، خلوب هر چی می‌خواید تقدیمتون بکنه، اتفاق هرگز نمیافته. هرگز نمیافته. و ما یادمون رفته سستیمونو، بی‌اراده‌ایمونو، تنبلیمونو و چند تا قصه دیگه که نمیتونم بگم، ربطش بدیم به خوششانسی و بدشانسی. این اشتباهه. من بدشانسم، صبح تا شب انقدر نشستی زخم بستر گرفتی، بدشانسی، رو کار کن، خوش کاری بکن. این همه آدم موفق تو مملکت ما که اگه نگاهشون کنیم به گذشتهشون، هرگز نه بچه پولدار بودن، نه فرت و فرت قول شما شانس داشتن. هوایی ساده اراده کرده رفته جلو. یه اتفاق هم تو زندگیش افتاده، نمکش بوده، خندیده، حال کرده، چاشنی بوده. غیر از این نیست که همه نشستیم که یه چیزی اتفاق بیفته، مثلا ما یهویی میلیاردر شیم، ثروتمند شیم یا صاحب مثلا جایگاهی بشیم. نه اینطوری نیست. از اون برم خیلی هم که صاحب این جایگاه شده ممکنه خیلی هم راضی نباشن و خیلی هم حال دلشون خوب نباشه. اینا رو با هم قاطی نکنید. خوشبال کسایی که میتونن اینا رو از هم دیگه تمیز بدن. اینو بگم، مهدی که دیروز اومد تو برنامه و بنزر رو برده بود، یه جای شوخی کرد با زنموش که چون زنموش بهش گفته بود که تو این طرح شرکت کن شاید برنده بشی، بعد زنموش گفته با جایزه رو به من نصف کنی. این شوخی رو کرد تو شوخی جدی شد. و الان فکر می‌کنم زنموش خیلی ازش ناراحت، برگشتن شهرشون هم شاکی شدن که آقا این چه شوخی بوده، فکر می‌کنم من دنبال جایزه تو بودم و از این صحبت‌ها. اینجوری نبوده، در حد یه مزاح بوده. مهدی شب تا صبح نخوابیده و گریه می‌کرده و گریه بچه زن موی عزیز، من خواهش می‌کنم مهدی رو ببخش. گواهینامه نداره، 17 سالشه. ازتون ممنونم و تشکر می‌کنم. بنزم نمیتونه سوارشو بنزم باید بفروشه. بریم. امروز 2 قسمت برنامه داریم که من پیشنهاد می‌کنم حتما تماشاش بکنین. یه ذره احتیاج به دقت داره، بی زحمت. من که میدونم لحظاتی که ممکنه دل مشغولی هم داشته باشن غیر از اونایی که کلا فشار افتاده و اینا، ولی اگه دقت بکنیم به نظرم قصه های جذابی خواهد بود. بریم وارد صحنه ماحصل بشیم. آقا مخلص، راحت بشید. چطوری شما؟ الحمدلله. خوبین؟ شو. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. خیلی محبت کردید. خواهش می‌کنم. چه خبر و زحوال؟ شو. حال دلتون چطوره؟ اصل حالتون چطوره؟ خوبه. شما کجا به دنیا آمدین؟ من تهران. یعنی تهرانی؟ بله. اصالتا تهرانی؟ بله، پدر مادرم هم تهرانی بودن. آها. چه سالی؟ 33 متولد شدم. سال 1333. تو چه خانواده به دنیا آمدین؟ عرض کنم توی خانواده خب معمولی، منتها متعصب، مذهبی. چند تا خواهر برادر بودین؟ ما عرض کنم که 2 تا برادر و 1 خواهر. در قید حیاتن همشون الان؟ بله. برادرم الان سوئده، خواهرم اتریش زندگی میکنه چند ساله. خب پدرم مادر به رحمت خدا رفتن. از این ترکیب خواهر برادر فقط شما ایرانین، اون 2 خارج از کشور زندگی؟ بله بله. چطور شما نرفتین؟ عرض کنم به هر حال موندیم، کار زندگی کردیم، خانواده تشکیل دادیم. آها. یعنی شما دوست نداشتین برین خارج از کشور؟
نه مملکتمونه، باید همینجا زندگی کنیم دیگه. بچه آخر بودین شما؟ خیر، بچه اول. بچه اول؟ اوه. معمولا خب بچه اول بهش سختم بیشتر میگیره دیگه. اینجوری بوده بالا شما؟ شاید. بله. تحصیلات شما چی داری؟ عرض کنم من دیپلممو دبیرستان مروی گرفتم. اینجا نتونستم کنکور قبول شم. سال 52 برای ادامه تحصیل رفتم انگلستان. پس شما رفتی که چرا میگی نرفتم؟ خب من برای تحصیل رفتم. آها، برای زندگی نرفتم، برای تحصیل. عرض کنم که اونجا تونستم فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بگیرم و برگردم. پس شما رفتین انگلیس، میشه قبل از انقلاب دیگه. بله. فوق لیسانس گرفتین، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی. بله، سال 61 اومدم. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه بریستول. آفرین، آفرین. و برگشتین ایران؟ بله. قبلش ازدواج کرده بودین یا نه بعد از؟ خیر. آها. بعد که برگشتین. سال 63 ازدواج کردم. سال 63 ازدواج کردین. یادتون میاد مراسم خواستگاری ناتونو؟ بله. چی یه گفت؟ چیزایی هیچ آدمی یادش نمیره. به هر حال چی گفتین که بهتون دختر دادن؟ والا چیز خاصی نگفتم. یعنی سکوت کردین گفتن دختر ما مال شما؟ نه بدون صحبت که دختر به کسی نمیدن. خب خواستی خودتون رو معرفی کنین، چی گفتین تو مراسم خواستگاریتون؟ عرض کنم که گفتید خب من کیم، من چیم، من چی دارم؟ یه سابقه آشنایی کوچیک داشتم قبل از اینکه برم خواستگاری و زیاد سخت نبود این کار، شاید به خاطر همون آشنایی قبلی. و خانواده‌ام راضی بودن؟ بله، مشکلی نداشتیم. و تو همون ایام مشغول کار شده بودین دیگه؟ بله. یعنی صاحب شغل بود؟ بله. کارتون چی بود اون موقع؟ من توی شرکت صدرا تو بوشهر کار کردم. شرکت صدرا شرکت کشتیسازی، کارخونه بزرگی که عرض کنم تو همین زمینه بحث بازرگانی که خونده بودیم؟ خیر، اون یه تشکیلات فنیه. من اونجا شدم مسئول سفارشات، یعنی واردات رو عرض کنم من انجام میدادم. خب حجم زیادی از کالاهای مختلف وارد میشد که یواش یواش اینا خیلیاش در داخل تهیه شد بعدا. شما چه سالی، یعنی اگه بخوایم حساب کنیم 52 شما رفتین مدیریت بازرگانی خوندین؟ آره. عرض کنم که 53 در اصل. 53. چون باید اولول میگرفتم اونجا، دیپلمم به تایید برسه. ما 30 سال بعد از شما رفتیم مدیریت بازرگانی خوندیم. فکر می‌کردیم اون موقع چقدر موده، چقدر بهروزه. آفرین، شما 30 سال قبلش رفتین خوندین. ولی من تمام تلاشم کردم فوق لیسانس قبول نشدم مدیریت بازرگانی، شما قبول شدین درسش هم خوندید. آفرین. خب اونجا عرض کنم که بعد فوق لیسانس های زمان شما 3 تا دکترای الانه به نظر ما. شاید. آره. شاید به خاطر اینکه اونجا کنکور نیست برای مراحل بالاتر تحصیل. ولی خب شما اینجا باید کنکوری بدید، عرض کنم فوق لیسانس رو قبول شید. بعد اگه دکترا بخواید بخونید احتمالاً با کنکور و با آزمون و اینا هستش. خب اونجا یه مقدار این کارا البته نسل ما با نسل فعلی خیلی فرق میکنه. هیچ ربطی نداره، ولی سریع بگم چون جدیداً دیدم که خیلی ادا اصول غریبی دارن دوستانی که میخوان کنکور بدن و اینو میگم واسه اینکه سر پدر مادر کلا نره ها. الان تو مملکت ما هیچ مشکلی برای پذیرش در دانشگاه نیست. الان خیلی بله، خانم ها آقایون الان صندلی بیشتر از متقاضی وجود داره در کشور ما. ما دهه 60 ها اگه شما خاطرتون باشه ما هر جا می‌خواستیم بریم جمعیت اون 8 برابر اون اندازه پذیرش خیلی سخت‌تر بود. آره، برای همین الان فقط رقابت شما الکی منت سر پدر مادرت نذار که دانشگاه رفتم هنر نکردی. اصلا کاری که شما باید بکنید، نکته من دقت کنید لطفاً، شما تمام رقابتتون باید سر صندلی و کرسی خوش آب و رنگ و مرغوب یک دانشگاه معتبر باشه. ولی الان ما دانشگاه داریم، شما اینو میدی میشینی، چیز عجیبی هم نیست. خوشحال اون کسی که در دانشگاهی ورود پیدا میکنه که نفس کشیدن درش، دیدن استاداش، حتی همکلاسیاش و فضاش به آدم اضافه میکنه. این نکته مهمی. گفتم اینو بگم چون تو ایام فضای کنکور اینا هستیم یه داله آشوبه‌ای هم همه پدر مادر رو دارن. تو مملکت ما پسر دختری میخواد کنکور بده بیشتر مامان باباش کنکور میدن تا خودش. آره. خب پس شما رفتین درستون خوندین، اومدین ازدواج هم کردین سال 63.
بعد مشغول کار و اینها هم بودید. بله. چند تا بچه خدا بهتون داد؟ عرض کنم 2 تا. یه پسر یه دختر. یه پسر و یه دختر. خب همه چی خوب بود دیگه؟ بله همه چی خیلی خوب و عالی. بچه ها پسرتون بزرگتر یا دخترتون؟ پسرم. پسرتون بزرگتر. الان 29 سالشه. الان یه پسر 29 ساله دارین و یه دختر 25 سال. 25 سال. زندگیتون شرایط عادی داشت، همه چی خوب، شما شغل داشتین، تحصیلات خوب، همسر خوب، بچه‌های خوب، داشتین کار می‌کردین. از کجا این تراژدی که من یواش یواش میخوام راجبش صحبت میکنم شروع شد تو زندگی شما؟ عرض کنم همسر من سال 84 سرطان خون گرفت و خب ما یه آپارتمانی داشتیم توی زندگی میکردیم که مجبور شدیم اونو بفروشیم و هزینه کنیم. بعد عرض کنم خب خانم عمرشون به دنیا باقی نبود و فوت کردن و ما یواش یواش مستاجر شدیم و بازم زندگی کردیم. یعنی شما هر آنچه که داشتین و خرج بیماری همسرتون کردین؟ حالا نه همه رو، منتها یه مبلغ زیادیش خرج شد. بله. خب عرض کنم که سال 84 ایشون فوت کرد، یعنی 9 سال پیش. و یعنی بچه ها اون موقع 20 ساله و یعنی پسرتون که احتمالاً دیگه همین هولوش بودن. بله. یعنی از آب و گل در اومده بودن بچه‌ها. بله بله بچه‌ها بزرگ بودن. تا اینکه 4 ماه پیش عرض کنم من یه تصادفی کردم با موتور که هنوزم کاملا خوب نشدم. یعنی پام هنوز کم حسه، دستم کم حسه، با اینکه شکستگی نداشتم ولی عرض کنم خوبی مشکلات بوده. بعد تو خیابون مرتضوی هم میشستیم. مالک ساختمون مدتی بودش که میگم من باید مجوز ساخت بگیرم و اینجا رو بکوبم. خب ما هم دنبال تهیه منزلی بودیم. متاسفانه یه روز که من از بیرون میام میبینم اساسم تو کوچه است. به توصیه یکی از همسایه ها عرض کنم رفتم شهرداری منطقه 10 خدمت آقای اسماعیلی. ایشون فرمودن که ما اساس شما رو میاریم تو انبارمون ولی جایی برای اقامت شما خب فعلا نداریم، ولی شما میتونی عرض کنم بری به یکی از گرمخونه های شهرداری که بهترینش توی بزرگراه فتحه و خب به ناچار رفتیم اونجا و فعلا اونجا هستم. الان 3 ماهه. شما الان دارین توی گرمخونه‌های شهرداری زندگی می‌کنید؟ بله. و شبا می‌خوابید. تکرار میکنم برای اینکه دوستانم قانعشم، از اون زندگی و جایگاه چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ برای منی که جوان‌ترم تعریف کنید. خب شما اون همه کار کردین، درآمد داشتین، پول داشتین، سرمایه داشتین، خارج از کشور فوق لیسانس گرفتیم، کار خوب، چی میشه یوی؟ عرض کنم که همه جور میشه به این قضیه نگاه کرد. منتها دیدگاه من اینه که خب من هیچی آدم کم بالخرجی نذاشتم. بودین؟ آدم دست و دلبازی بودین؟ نه به اون شکل، اونجوری که عرض کنم دست و دلباز نمیشه گفت، ولی یه اجازه دارم من یه سوالی از شما بپرسم؟ خواهش میکنم. ناراحت نمیشین ازم؟ جسارت نیست؟ نه خواهش میکنم. مواد مخدر مصرف میکردین؟ ابدا اصلا. پس چی شده؟ خب میدونید من هیچی از بچه ها کم نذاشتم. از همسرم موقعی که بیمار شد کم نذاشتم. همه چی رو براشون فراهم کردم و اگه یه زمانی میدونستم که خب یه روزی باید برم گرم خونه، شاید به فکر اون پسندازم میافتادم که حالا این وضعیت رو نداشته باشه. در حال خودمون کردیم. مقصر چی رو میدونید؟ کی رو میدونید؟ خودمون. خودتون. بله. چرا؟ عرض کردم شاید اگه یه مقدار فکر میکردیم که یه همچین روزی هم میاد که تو گرمخونه زندگی کنیم
به هر حال یه ذره جمع و جورتر زندگی می‌کردم. شما یه بخش از خونه زندگیتون رو خرج درمان همسرتون کردید. بله. که ایشون از دنیا رفت. بقیه‌اش یعنی مدام خرج بچه‌ها می‌کردین. بچه‌ها خودشون نمی‌تونستن درآمدی داشته باشن؟ عرض کنم که خیر، 2 تا بچه دانشجو همزمان خب هزینه‌هاشون بالاست. شما زمانی که خارج از کشور درس می‌خوندین خرجتون رو پدرتون میداد؟ من اونجا کار می‌کردم. خب پس چرا کاری که پدر شما برای شما نکرده شما چرا برای بچه‌ها کردید؟ حالا شاید یه مقدار اول درس خوندن براشون سخت بوده کار پیدا کردن. برای شما سخت نبود تو غربت؟ برای شما تو غربت سخت نبود کار می‌کردی پول در می‌آوردی دانشگاه خب می‌رفتی؟ چرا؟ منتها با چرا اینو یاد بچه‌هاتون ندید؟ چرا همه چی من همیشه همه چی رو به بچهای خودم گفتم. عرض می‌کنم شاید عراق، چون عراق درس می‌خونم، شاید عراق برای شروع درسشون، حالا 2 تا بچه غریبن، نتونستن کار پیدا کنن، ولی بچهای با تلاشی هم خیلی زدن که کاری پیدا کنن و حدود 6 ماه پیش یا 7 ماه پیش اگه اشتباه نکنم هر دوشون کار میکنن. قدیما جوونا به کسی که پولدار بود خیلی حسادت میکردن، الان جوونا به کسی که کار داره خیلی حسادت میکنن. بچه‌ها راضی؟ بله شکر خدا بچهای خوبی هستن. میدونن شما الان تو گرمخونه شهرداری شبا میخوابی؟ خیر. نمیدونن. خیر. پس احتمالاً خیلی از دست شما ناراحت میشن که الان اینجا نشستید. والا چه عرض کنم؟ نه فکر می‌کنم تو این بچهای چند ماهی که شما دارین شبا تو گرمخونه شهرداری میخوابین فکر می‌کنن 3 شما ماه کجا؟ الان بله. فکر می‌کنن شما کجایی؟ شاید فکر میکنن که من جایی رو تونستم اجاره کنم بشینم، یعنی نیست صحبتی هم نشده باشه. یعنی اصلا ندیدین همدیگر رو تو این ایام؟ چرا؟ کجا دیدینش پس؟ عرض کنم بیرون اومدن ترمینال پایانه قبل. خب و خب چند ساعتی رو با هم بودیم و برگشتن، یعنی نیومدن شب خونه پدرشون بخوابن؟ خیلی هم اصرار میکردن، من نمیخواستم متوجه بشم. خیلی اصرار میکردن، مطمئن چون تلفنی بهشون گفته بودم که عرض کنم که من باید برم شهرستان مثلا، یکی از صحبت ها. حالا حس میکردن همون چند ساعت دیدن، شاید بعد که اومدن اصرار میکردن که بیان اقامتگاه رو ببینن که خب چیزی وسط نبود که ببینن. ولی خب بچه‌های بهشون میگفتین که خونه دارید؟ جان؟ شما میگفتین که خونه دارید؟ نه اینکه بگم خونه دارم، اینجوری به نظرشون میومده، چون هیچ وقت ندیدن که پدرشون اینجوری زندگی کنه. بچه‌های خیلی خوبی هن از این نظر که خب چرا با بچه‌هاتون سهیم نشدید؟ من اسم می‌کنم شاید یه کار دیگه اشتباه دیگه هم وجود داشته باشه. بچه‌های شما آدم بالغی ان. از این تایمی که شما تحت فشار بودین چرا بچه‌ها رو سهیم نکردین؟ چرا همش فرار کردین؟ چرا واقعیت رو بهشون نگفتید؟ نمیخواستم بچه‌ها رنج ببرن. تو ایامی که بچه‌ها خرج داشتن حتما از شما چه میدونم دانشجو دیگه لپتاپ میخواد، آیپد میخواد، پول تو جیبی میخواد. بله هر چی کار می‌کردین؟ الحمدلله براشون گرفتیم. چجوری میگرفتین اینا رو؟ خب از اون درآمدی که داشتم. و اصلا نمیدونستن شما زیر چه فشاری هستین؟ خب این مال 4 ماه اخیره، قبلش که مشکلی نبود. خب میدونم شما که اینقدر روابط خوبی تو خانواده‌تون بوده، چرا بچه‌ها رو شریک سختیتون نکردین؟ خب همچین موقعیتی پیش نیامده بود. این عادت مردای ایرانیه نه؟ یا پدر ایرانیه؟ شاید بله. شاید پدرها رنج کشتر از بقیه اعضای خانواده. ولی به نظرم خیلی جالبه که شما مقصر اول و اصلی ماجرا رو خودتون میدونید. من یه ذره دلم رفت به سمت بچه‌های شما که چرا خب حاضر شدید بیایید اینجا؟ اومدین چیز خاصی رو بگید، حرف خاصی رو بگید، تجربتون رو در اختیار ما بذارید. عرض کنم که خب بد نیست، بعضی از سرگذشت‌ها شنیدن یا خوندنش بد نیست. اشتباه بزرگ شما چی بوده؟ پس از اشتباهتون ما بگید. عرض کردم اشتباه من این بوده که فکر امروز نبودم. میدونی چرا؟ من اینو فکر میکنم که اشتباه منه. اگه فکر امروز بودم شاید این وضع رو نداشتم. خیلی ها فکر میکنن که تو اون گرمخونه‌ای که شما شبا میخوابین اونجا فقط مثلا جای کارتون خواباست یا مصرف کننده های مواد مخدر یا بله. خلافکارای مثلا سابق
و کسی فکرشو نمیکنه یه آدم محترمی شبیه شما با یه همچین کارنامه‌ای، با یه همچین سابقه‌ای، با یه همچین زحمات و تحصیلات و جایگاهی سر از اینجا پیدا کنه. میخوایم با بچه‌هاتون حرف بزنید؟ فکر نمی کنم الان آمادگیشو داشته باشم. چرا؟ حالا نمیدونم. من شما رو مقصرتر میدونم، با احترامی که برای شما قائلم. من به بچه شما حق میدم به شما گلگی کنن که چرا بهشون نگفتی؟ اونا حتما باباشون رو دوست دارن، غیر از اینه؟ نه شما رو دوست ندارن؟ چرا؟ خیلی خوب، همین باید باشه. یعنی من دارم فکر می‌کنم پسر شما نزدیک به 30 سالشه، بفهم باباش توی همچین شرایطیه به آب و آتیش میزنه خودشو، میدونی؟ با شما حرف بزنید هر چی دوست دارید. یعنی آره بخواید با لنز نگاه کنین، همین دوربین شماره 2 که چراغش هم روشنه باشون حرف بزنید. الان حتما چارچشی دارن شما رو نگاه میکنن. اگه ناراحتتون میکنه میخواین حرفی نزن. عرض کردم آمادگیشو ندارم. کی آمادگی پیدا میکنین با بچه‌هاتون صادق باشین و مشکلاتتون رو بهشون بگید؟ دیگه فکر میکنم موقعشه دیگه، یعنی از فضای اینجا که برم بیرون راحت ترم برای گفتن، برای صحبت کردن باهاشون، برای گفتن این که من کجا هستم. شاید جو اینجا، شاید فضای اینجا این اجازه رو نمیده که من آماده باشم. خارج از اینجا احتمالاً یه فرقایی میکنه. اگر من حدسم اینه که اولین جمله‌ای که از شما میپرسن اینه که بابا جان چرا به ما نگفتی؟ چرا به ما نگفتی؟ تو ما ازت لپتاپمون رو می‌خواستیم، پول می‌خواستیم، به ما میرسوندی و چرا نمیگفتی زیر همچین فشاری هستی؟ بعد ما توی قاب تصویر ببینیم. میخوای چی بهشون بگی؟ شما بگین که چرا من بهتون نگفتم؟ دلم نمیومده، دوست داشتم شما راحت بشین، شما کیف کنید، عشق کنید. بله، نمیخواستم احساس ناراحتی کنم، نمیخواستم غمگین بشن از این قضیه، چون فکر میکنم یه ذره فاصله شون زیاده، 300 کیلومتر اونورترن. شاید مثلا اگر میدیدمشون خیلی فرق میکرد. میدونید یه چیزایی آدم فکر میکنه که بستگان درجه یکشون رو وقتی کنارشون هست خیلی حرفا رو بزنه. باز برعکسش هم هست، یه چیزایی رو شاید تو تلفن میتونه بهشون بگه. بچه‌ها هیچ وقت توی چند وقته از شما نپرسن که بابا مشکلی داری نداری؟ چرا الان تو این 3 ماهه که عرض کنم من اونجا هستم، چرا ما و شما چی میگفتی؟ ما هفته‌ای 3-4 بار عرض کنم تلفنی صحبت میکنیم. و شما چی میگفتی بهشون؟ شما چی میگفتی؟ سعی میکردم صحبت به اون سمت نره. میدونی این صحبت‌های دیگه هم هست دیگه، یه صحبت‌هایی مثل این که الان اونجا چطوریه، هوا گرمه، سرده، کجا رفتی، چیکار کردی، یه صحبت‌هایی تو این فاز. سعی میکردم وارد این قضیه نشم، خودم که نمیشدم. خب اونا هم حالا شاید یه جوری حس میکنن نمیپرسن، نمیدونم، چون تلفنی هم صحبت میکنیم. آخه خیلی کارا راحت تر شده الان با تلفن. وقتی تلفن هفته‌ای 3-4 بار باشه، میدونین اون حالت دلتنگی ها کم میشه، یا شاید اصلا از بین بره. با این همه قصه و ماجرا یک آرامش عجیبی شما دارین. آرامش از کجا میاد؟ والا همیشه همینجور بودم، همیشه یه آرامش خوبی داشتم. زیادی آروم نبودی که اینجوری شدی؟ چه عرض کنم؟ نمیدونم، ماجرای عجیبیه. خیلی دارم احتیاط میکنم. ماشاءالله اینقدر شما مسلطین و اینقدر مشرف و آگاه که حتما من خجالت میکشم اگر بخوام حرفی رو بزنم یا
اظهار ادب کنم، نکته رو بخوام بگم یا بگم شما اشتباهتون این بوده یا بخوام نتیجه گیری بکنم. نه، جذاب ترین قسمت گفتگو من با شما سکوتی بود که در لنز دوربین کردیم به نظر من. ولی ازتون یه خواهش میکنم، شما جای پدر خیلی از ما هست. زنده باش. راجع به اون نکته چند جمله بیشتر به ما بدید که چی میشه. من حرفمو تکرار میکنم، کسی شبیه شما با بالاخره خانواده‌ای که داشته بزرگ شده، الان از خانواده شما هیچ کس دیگه، یعنی خواهر برادرتون از شما خبر ندارن؟ عرض کنم که چرا تلفن میکنیم به هم و اونا هم فکر میکنن شما سر زندگیتونین؟ اونا هم آره به یه نوعی فکر میکنن که هیچ اتفاقی نیفتاده. اونا دیگه خیلی دورن، میدونید یه جوری فاصله که با اونها خیلی بیشتر میشه این صحبت ها رو نکرد تا بچه ها 300 کیلومتر فاصله شون عراقن. خیلی الان ممکنه دارم ما رو تماشا میکنن، از خود من که الان چارچشی دارم شما رو نگاه میکنم و گوش میکنم، برای اینکه دارم تجسم میکنم شرایط گذشته شما رو، بالاخره تحصیلاتتون، کارتون، جایگاهتون، ثروتی که داشتید و الان، و این عشقی هم که این وسط بوده ها. این عشق کسی نمیتونه منکر شه. بیرحمی اگر که نخواد کسی لای قصه شما عشق شما رو ببینه به همسرتون و بچه‌هاتون، که البته به نظرم یه اشتباهاتی هم هست که من ترجیح میدم الان روبروی شما اینو نگم، چون شما بزرگتر از منید بالاخره و دوست داشتید و انتخاب کردید. اما اگر برگردیم و اشتباه خودتون رو بخواید پیدا کنید که راجبش حرف زدیم و صادقانه و خاضعانه هم بزرگترین مقصر زندگی خودتون رو خودتون دونستین، الان ممکن خیلی دارن شما رو نگاه میکنن که شبیه 30 سال قبل شما، تحصیلات، پول، خانواده، ثروت، جایگاه و همه چی، ولی از آینده خبر ندارن. چیکار کنن؟ عرض کنم کار خاصی لازم نیست انجام بدن، شاید برنامه‌ریزی بهتر برای زندگی. حالا من دعا میکنم که برای هیچ کسی اتفاق بدی نیفته، با یه برنامه‌ریزی بهتر خوب میتونن هیچ مشکلی هم پیدا نکنن، زندگیشون هم بهتر بشه. و این به شرطیه که طوفان حوادث هم اینها رو در بر نگیره. حادثه و طوفان در زندگی همه که طبیعیه، قاعده دنیا همین. بله. همه دارن. یه چیز دیگه میخوام ازتون بپرسم، اینم به من اجازه بدید. خواهش میکنم. شما عاشق همسرتون بودین نه؟ بله. من فکر می‌کنم خیلی از قصه های مهم شما و خیلی از این ماجرا رو باید در پس رفتن همسرتون پیگیری کرد. انگار بعد شما خیلی چیزا دیگه براتون بی اهمیت شده ها؟ بله بله همینطوری بود دیگه، چیز خاصی برام ارزشی نداشت به اون شکل. الان هم همین جوره. بچه‌ها غیر از بچه‌ها خیلی غیر از بچه‌ها که فکر می‌کنم بازم جا داره براشون کار بکنم. هنوزم یعنی شما هنوزم در این سن و سال با این وضعیت میخواین شما بدوین چیزی نگید از دلتون، از خستگیاتون، از مشقتاتون نگین، بچه‌ها رو تامین کنین، بچه‌ای که الان نزدیک 30 سالشونه؟ خب من بدم نمیاد اگه بچه‌ها تمایل دارن برای ادامه تحصیل کمکشون. شما رابطتون با بابای خودتون خیلی خوب بود؟ بله. هیچ مشکلی نداشتین؟ هیچ. چیزی ازش می‌خواستین باباتون تامین می‌کرد؟ خب اون زمان اصلا به این شکل نبود. اون زمان عرض کنم که دارم دنبال یه چیزی میگردم ته دلتون که انگار خواستین تلافیش کنید. هر چی که عرض کنم جلوتر بریم اصلا شکل خانواده ها، ارتباط بین اعضای خانواده خب تغییر میکنه. یه مسئله خیلی مهم اون موقع این بودش که خب بچه‌ها شاید یه اسباب بازی معمولی حتی یه دوچرخه هم نداشتن، ولی الان بچه‌ها همه چی در اختیارشونه. من کامپیوتر برای خودم نخریدم تو منزل، ولی برای بچه‌ها خریدم، لپتاپ براشون گرفتم، هر چیزی هم که لازم بوده براشون تامین کردم و هیچ نگرانی و ناراحتی هم ندارم. ولی بهشون نمیگفتین که شبا تو گرمخونه شهر می‌خواد؟ چیزی همین الان به ذهنم رسید. بله. اگه بخواید یه اسم انتخاب کنین برای قصه زندگیتون چه اسمی می‌ذارید؟ پدر فداکار؟ والا من همسر عاشق؟ من نباید اینو بگم. نه دوست دارم خودتون انتخاب کنین. چی میگید؟ خب چی بگم آخه؟
نه واقعا فکر کنید قصه زندگی شما نوشته معمولا شده. شنونده است که قضاوت میکنه، گوینده که چی بگیم دوست دارید؟ من بگم پدر فداکار دوست دارید؟ والا شما هر چی صداش کنید من دوست دارم. همسر مثلا عاشق و شیدا بگیم خوبه؟ چه عرض کنم، هر چی شما اسم روش بذارید من صداش میکنم. چون شنونده شما هستید، شما بهتر میتونید قضاوت کنید. هیچ کدوم آدما این اجازه رو ندارن که راجع به خودشون قضاوت کنن، چون هیچ کس نمیگه که من بدم، من فلانم. شما هستید که با شنیدن داستان ها، قصه ها میتونید بگید چه کسی چه کار است. ما همه تلاشمون در این برنامه اینه که هرگز قضاوت نکنیم، با اینکه من میتونستم و خیلی به ذهنم حرف میومد که با شما بزنم، اما چون یک رسالتی داریم در برنامه‌مون و هرگز نخواستیم قضاوت بکنیم و نتیجه گیری کنیم، کادو پیچ کنیم مطلب و حقنه کنیم به مخاطب، بر همین نکته شما نکته درست و متینیه. ما برداشتشو میذاریم برای کسایی که قصه شما رو شنیدن و روایت شما رو گوش کردن. ممنونم، خیلی متشکرم. امیدوارم که بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. مطمئنم که از چند ثانیه بعد، امیدوارم، البته من از پدرم پرسیدم، واقعا اختیارم دست خودشون بود، اینجا هرگز ما از این قصه ها نداریم که آقا بیایید و فلان. اصلا دوست داشتن این فضا رو ترک کنن و این تجربه و قصه‌شون رو با مردم در میون بذارن. میدونم که از چند ثانیه بعد در دل شما فرزندای ایشون یه اتفاقاتی میفته و حالتون دگرگون میشه و میخواید به سرعت برگردیم به سمت آغوش پدر و تازه بشینیم بگین که برامون تعریف کن که تو این مدت چی میکشیدی و ما چی کار میکردیم و اصلا حواسمون نبود. امیدوارم که احساسی برخورد نکنید با این ماجرا، کاملا عقلانی باشه و پدر این شکلی به نظرم قابلیت اینو داره که از الان به بعد شما بدوید برای نفس کشیدن و قرار و آرامشش. بنابراین به ازای این 4 ماه فاصله، این 4 ماه حالا نگفتن واقعیت، به نظرم شما دستمزد این همه سال زحمت پدر رو جور دیگه بدید که حتما شما نمیدونستی. من مطمئنم شما اگر میدونستین کار دیگه میکردی. بابا نگفته که به نظرم یکی از اشتباهاتشون بوده. دیگه نمیگفتم خفه میشدم واقعا، ببخشید. شما باید به بچه‌هاتون به نظرم میگفتین و کار اشتباهی کردید. خیلی ممنونم ازتون. ما مهمونای قسمت بعدیمون هم باید در خدمتتون باشیم. فکر می‌کنم باید بریم برای آگهی‌ها رو با هم تماشا بکنیم. قبلش هم یکی از فیلمامون، آره، یه فیلمی داریم از جزء فیلمایی که شما برامون فرستادین به آدرس mahaasal.ir که فیلمای خیلی خوبی گرفتیم، فیلمای الکی پلکی هم زیاد گرفتیم. ببینیم یکی از فیلم‌ها رو که فکر می‌کنم حتما فیلم خوبیه که بچه‌ها انتخاب کردن. بعدش پیوسته بهش آگهی‌هاست. برمیگردیم مهمونای جدید.
خیلی خوب، متشکرم که زود برگشتین. ما تعدادی مهمون خیلی عزیز داریم. یه خانواده روبروی من نشستن که خانواده آقا مجتبی عزیز هستن که خیلی هم اخم کردن به من و خیلی ترسناک به من نگاه میکنن و حالا نمیدونم چرا، شاید به میمیکشون ارتباط داره. من کاری نکردم که شما از من ناراحت شدید که نه، همینجوری این خانم‌ها اینجوری، بابا کلا اینجوری اخم داره، چهرهشون اینجوری ها، چهرهتون اینجوریه. بله مخلص شماییم، خیلی بزرگواری کردین اومدید، خیلی محبت کردید. سلامت. بعد این طرف علی آقای گل نشستن و آقا پسر عزیزشون هادی که اینجا حضور پیدا کردن و من خیلی تشکر میکنم ازتون، خیلی بزرگواری کردید. خواهش میکنم. خیلی اگه موافق باشی قبل از اینکه با شما گفتگو رو آغاز بکنیم بریم آیتمی که مرتبط به عزیزان رو با هم تماشا بکنیم، برمیگردیم صحبت شروع کنیم. بازاریا قبولش دارن، میدونی اعتماد کامل داریم که اصلا اونش خیلی حلال، واقعا انسان زحمت کشیه. ما امانتدار مردمیم دیگه، ما 35 سال اینجا و امانتدار مردمیم. کاری که با عرق، نونی که با عرق در میاریم، اونم پشت صندلی نشسته با تلفن خرید فروش میکنه، شاید 100,000 تومان در یه لحظه گیرش بیاد. این نون با از اون نون فرق میکنه. از 13 سالگی من کارگرم، ما هر جا رفتم امانتدار مردم بودم، برای مردم کار میکردیم، از نظر بنایی یا سر ساختمان کار میکردیم. حالا اومدیم اینجا مثلا پژوهشی، بازم امانتدار مردم. آدم خوبی بودن کار سختیه. آدم خوبی بود. خیلی سخته. خود بشر چجوری درک بکنه، چجوری راه حقیقتی پیدا کنه. میگه خودشناسی خداشناسی. اگه خودت شناختی خدا رو میشناسی، اگر خودت نشناختی خدا رو نمیشناسی. اگه برای مردم ارزش قائل شدیم، مردم برات ارزش قائل میشن از هر نظری. اگه نه بی خیال بودی، بالاخره مردم ما چشم همون بهت نگاه میکنه. چقدر با این نون در آوردی؟ آقا شاکرالله. وای خیلی زندگیمون باید چرخیده دیگه بالاخره. ولی چرخ کوچیکیه، ولی فکر کنم دل شما خیلی بزرگتر از این چرخ است. زمانی که این راه که هر مسیری که بخوام برم دور باشه، طولانی باشه، واقعا خسته میشم. دلم میخواد زودتر تموم بشه، من دیگه بار خالی کنیم، تحویل بدیم، برگردیم. نگاه میکنیم این راه تموم. نگاه میکنیم ببینید واقعا تموم نمیشه راه. پولی که بهشون میدید راضی هستن؟ 100% کم هم میدیم تازه بهشون. واقعا زحمت میکشن. ایشون دسترنج دستشون رو دارن میگیرن و واقعا هم پولشون حلال. اومدی اینجا که چیکار کنی راستش رو؟ اومدیم اینجا یه لقمه نون حلال در بیاریم، حقیقتش همین. خب یه اتفاقی اینجا افتاده. میدونین آخه ما چند روزه کلا تو فضای مجازی و اینا الان سوژه‌ای نیست غیر ماحصل و من. البته من خیلی هم روم بیشتر از این صحبت هاست، هم خیلی خوبه. اتفاقا یه ماجرای را افتاد بانمک بودیم که احسان علی خانی یه هفته به ماحصل جلو آینه تمرین بغض میکنه. اولا اینکه من در طول عمر ماحصل فکر می‌کنم شاید 1 یا 2 بار در طول این 8-9 سالی که اجرا می‌کنم شاید اندکی بغض کرده باشم. بعدم فکر می‌کنم که شما وقتی شنونده قصه کسی هستین و اگر میتونید بخندین، میتونید بغض کنید، میتونید سکوت کنید، میتونید سوال کنید.
این خیلی منطقیه و این اصلا هممون این شکلی، همه که خودش حرف بزنه گریه کنه، به نظرم یه چیز دیگه است واقعا. و اصلا خیلی ماجرایی نیست که حالا بخواد ناراحتمون بکنه. ما قصه روایت میکنیم، یه قصه ممکنه خوشحالمون کنه بخندیم، یه قصه غمگینمون کنه و هنوز من اعتقادم این راسخ که عمده موضوعات عمیق دنیا تلخه. این یه حقیقت. اینو گفتم برای اینکه من دیدم لابلای پخش این آیتم شما دارید اشک میریزین. گفتم یا حضرت عباس، الان میگن تو برنامه سوم چهارم یه مهمون رو داره اشک میریزه، چرا گریه میکنین شما؟ باباتون سلامت کنارتون نشسته، خواهرتون همینطور، یا آیتم ما پخش کردیم. دلیل اشک ریختن شما چیه خانم؟ نمیدونم. سردتون شده تو استودیو؟ نه چرا؟ به من جواب بدید. به خاطر زحمتای منه. آره دیگه. بابا اشتباه میگه به خاطر زحمتای منه. خب راجبش توضیح کار بدید. میکنه واسه ما. خب خیلیه دیگه. شما ناراحتی؟ نه. یعنی دوست داشتین باباتون کار دیگه میکرد؟ نه اصلا افتخار میکنم بهش. افتخار میکنی که چی؟ که داره اینجوری واسه ما زحمت میکشه، کار میکنه. دلیل گریه‌تون اون جمله بود که بابا گفتش که سخته وقتی مسیر طولانیه نمیرسم خسته میشم. آره علی آقا همونه. خب توضیح بدم بهتون که آقا مجتبی که روبرو ما نشستن و دختر خانمای عزیزشون، شما مجتبی تو بازار، تو کدوم بازار کار میکنی؟ بازار سلطانی فرق نمیکنه، ولی خب معمولا آشناهام تو بازار سلطانی. شما با چرخ کار میکنین در واقع؟ آره با چرخ کار. آها. خب و اگه مثلا ارتفاعی باشه یا ساختمون طبقاتی چی روشونتون هم میذارین؟ آره بارو میبرین؟ میبرن بالا طبیعی مسئله نیست. چند ساله؟ ماشاءالله میگه اصلا مسئله. خب من تقریبا نزدیک 18 سال بازارم. 18 ساله که بله. کار جابجایی بار تو بازار کارم همین. یا با شونه یا با چرخ فرقی هم نمیکنه. بله بله. علی آقا شما چی؟ من 35 ساله. 35 ساله. بله. ماشاءالله. ما 35 اونجا امانتدار مردمیم. شما الان من تصویر رو می‌دیدم شما فرش مثلا چند تا فرش می‌ذارید شونتون می‌برید؟ مثلا خوب یه زمانی شاید 4 تا 5 تا می‌بردیم. حالا خوب سینه میرفتی بالا. پیر شدین ها؟ تقریبا. حتی اون روز که آقایون اونجا تشریف داشتن گفتم ما اندازه 100 کیلو میتونه پول بگیریم ببریم. الان 100 کیلو می‌ذاری شونت می‌بری؟ آره آقایون دیدن اون روز. بله. تقریبا یعنی عادت کردیم ما 35 سال ما اونجا کار می‌کنیم. هم بسته‌بندی می‌کردیم، هم فرش مردم جابجا می‌کردیم از نظر منزل و بالاخره امانتدار مردم بودیم. آقا مجتبی تو بازار به کار شما چی میگن؟ باربری میگن دیگه. باربری. بله. چرخی هم میگن ها؟ بله میگن. شما چی علی آقا به شما چی میگن؟ برای ما هم خب اتفاقا برای ارزش کار میشن. چرخی نمیگن، به اسم صدا میکنن. چی میگن؟ به اسم مثلا میگن علی آقا مشکینی یا علی ادبند یا علی حسنی. میگه مثلا با لحظه صدامو نمیکنن. چون که مثل یه خانواده بزرگ شده اونجا همه آدم میشناسن. ارزش کار میشن. بچه‌ها میگفتن همه بازاری کلید مغازه‌شون دست شما میدن. بله بله. از که 8 سال ما اونجا شبانه روز میموندیم. نگهبان اونجا بودیم. بعد از 8 سال دیگه ما خانواده آوردیم اینجا مسکن خریدیم. به دیگه یعنی شما با پول باربری تو بازار خونه هم خریدی؟ بله خونه هم خریدیم. چند تا بچه داری شما؟ ما عرض کردم 5 تا داشتم، 2 تاشون به رحمت خدا رفتن، 3 تاشون یه دختر دارم، 2 تا پسر. آها. الان داره. 2 تاشون هم از دنیا رفتن. بله. که هادی الان میشه پسر بزرگی شما؟ نه پسر سوم، پسر دومه میشه. تو کوچیکه ای؟ نه پسر دومه. علی آقا نوام داری؟ بله 2 تا نوه دارم. من پسر کوچیکم. بچه‌ها چیکار میکنن علی آقا؟ بچه‌ها چیکارن؟ خانمم که خانواده، دخترم که رفته خونه بخت، اون یکی پسرم تو گچکار کار میکنه. هادی تو چیکار میکنی؟ من محصلم، فعلا دانشجو. درس میخونی؟ من درس میخونم. چی میخونی دانشگاه؟ برق خودرو مکانیک. چی؟ برق خودرو با مکانیک. آفرین. کجا میخونی؟ همین قرچک میشه دانشگاه پیام نور. آها. یعنی ترم چندی؟ سال چندی؟ والا هنوز تازه وارد شدم به عرصه مثلا دانشگاه. تازه رفتی با متولد چندی یعنی؟ متولد 66 ام. حالا متاسفانه خوشبختانه دیر اقدام به درس خوندن کردم و خاطرم یعنی پسرم که اونجا شد از نظر خانوادگی ما به هم خوردیم، از نظر فکری و عصبی. شما به یکی از پسراتون تصادف کرد مثل که؟ بله اهدا کردم. اعضاش هم اهدا کردی؟ بله ازش اهدا کردم. اون کوچیک‌تر از اینا بود. بهتون نگفتن که بهتون پیشنهاد پول ندادن برای اعضای پسرتون؟ نه به ما پیشنهاد پول نه، فقط دکتری که اون روز که اون اتفاق افتاده بود
دکتر با پسرای ما صحبت کرده بود که ما اطلاع نداشتم. دکتر گفته بود که باباش احتیاج میکنه. من گفتم خب حضرت امام حسین علیه السلام در راه خدا جون خودش و برادر و پسر و زندگیشو داد، منم به پسر خدا داده بود، با خواست خودم هم به بنده خدا اهدا میکنم. اهدا کردم بیمارستان مسیح دانشوری در آباد و دوم دبیرستانم بود. حالا من از 5 تا اولاد 3 تاش براتون بوده؟ بله 2 تا هم نوه دارید. بله 2 تا نوه. خب آقا مشتاق شما کی رفتی تو بازار برای باربری؟ میگم که تقریبا 18 ساله. قبلش چیکار می‌کردی؟ قبلش کشاورز بودیم. خب کجا کشاورزی می‌کردی؟ شهرستان تو روستا. کجا یعنی؟ یعنی چیز همدان دیگه. همدان. بله. من که نمیدونم، باید اینا رو به من میگه. یه جوری میگن که مثلا ما سال‌ها هم بزرگ شدیم. تو همدان. بله. خیلی خوب. پس قبلش کشاورزی می‌کردی، بعد اومدین تهران اومدین تو بازار. شما چند تا خواهر دارین؟ 4 تا خواهر. 4 تا خواهر. 4 تا دختر داری آقا مشتاق؟ اینجا متولد شدن. آخ خیلی سخت شد قصه. هر 4 تا منزلی؟ بله. یعنی کسی ازدواج نکرده؟ نه دیگه ما بزرگیم. درس میخونن ایشون. کنکور دارن. اون 2 تا کوچیک‌تر از شما؟ بله اونا کوچیک‌تر. هم درس میخونی درسته؟ آره. نه اون آخریه فعلا 2 کوچیکه. سالشه. آخریه کوچیکه. تا 3 سال هم داره آقا مشتاق بس. خیلی خوب. یه سری سوالا میتونم صادقانه ازتون بپرسم، چون میدونم شما با عشق کنار پدرتون نشستید و عاشقانه هم دوستش داری. هنوز من توضیح ندید چرا آقا مشتاق اینقدر خشمگین به من نگاه میکنه. اینا کلا اینطوری. آقا مشتاق کلا اینطوری؟ نه همینجوریه مدل. اخمه مادرزادیه؟ نه خب الان دیگه الان خوب شد. الان یه ذره خنده اومد، خوب شد. من خیام بچه بفرمایید. عرض کنم که شما از میپرسن پدرتون چیکار است، چی میگی؟ کارگر. شما؟ نه هم میگین کارگر. یعنی اصلا ناراحت نیستین از کار باباتون؟ نه اصلا. چرا ناراحت نیستین؟ فرق نمیکنه واسم. یعنی چی فرقی نمیکنه؟ مثلا چون همه چیز واسم مهیا کرده دیگه، ما همه چیز داریم دیگه، نباید حتما که مثلا مهندس باشه که بگیم پدر ما پدره. آفرین. یعنی هیچ کمبودی نداشتی؟ نه. الان مهندس هم نمیتونن از پس خواستای بچه‌هاشون بر بیان. وای بالا پدر کارگر. چرا خواستایی داریم که به قول معروف کم میاد صد. نه واقعا اینجا اینجوری میگن. نه آفرین. نه با طلا گرفت آقا مشتبه رو. خواستایی هستی که من حقیقت در توانش نیستم. خیلی‌ها نیستن. دکترم نمیتونه خیلی کارا واسه بچه‌اش بکنه. قبل از این که به قول معروف اینا به من افتخار داشته باشن که من باباشون یه کارگرم، قبل از اون به من افتخار دادن که یه جانبازم. به. یعنی شما جنگ هم رفتی؟ بله. سرباز بودین اون موقع؟ هم سرباز بودم، هم قبل سربازی به عنوان بسیجی رفتم. زنده باد. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. سربازی من ترکش خوردم. خب آقا شما یه سوالی دارم، چرا نرفتی دنبال کار نون آبدار دیگه؟ کار راحت تر، دلالی. ها؟ چرا نرفتی؟ چرا وایسادی کار سخت سنگین بکنی؟ چه عرض کنم دیگه، ما این بیشتر توان چیز نداریم دیگه، نسبات درست حسابی داریم. نه خب الان یکی مثل شما، ما با این مثلا جسمیتی که مثلا ضایعاتی که تو جنگ بیم وارد شده، منو میبرین سر کار. شما کاری میکنی که 100 تا مثل من نمیتونم بکنم. نه اجازه بفرما، من در واقع تو رفیق روانی خب معروف میگه، ولی کار سنگینه، کار خیلی سختیه. ولی فکر میکنین شاخصایی که پدر شما رو مجزا میکنه از دیگه کارا مثلا چیه؟ کاری که چیزی که شما خیلی دوست دارید تو کار پدرتون، براتون خیلی مهمه، خیلی آرومتون میکنه. شرافتشه. شرافت کار پدرتون دیگه. فکر کنم دلتونم نمیاد پولای بابا رو خیلی زود خرجش کنید، چون پولی که حاصل عرق ریختن و نون بازو باشه خیلی سخته. بعضی موقع بچه‌ها سر در میارن، بابای پول مفت در میاره، اونا مفت خرجش میکنن. بریم سراغ علی آقای گل. علی آقا قصه داره ها، ماشاءالله هزار ماشاءالله بس خودش. هادی تو چی؟ خانم‌ها صحبت کردن راجع به باباشون. تو میپرسن ازت بابا چیکار، چی میگی؟ والا من یعنی خواسته دلم، گفته دلم اینه شغل بابا زیاد آنچنان اسمدار نباشه یا باشه زیاد مهم نیست. همین که بابا باباه، همین که بابا هست خودش دنیاست. بودن بابا خودش شغله به نظر من بودن بابا رو نه میگی بابا بودن شغله. نه آخه با نمایی که تعبیر بدی نیست، تعبیر قشنگیه. کلا اینجاست وجود پدر
سلامتی پدر در همه زمینه‌ها خودش حسب یه شغل داره. تو چی میگی؟ میگن هادی بابا چیکار است؟ تو دانشگاه بچهای رفیقات میگن بابا چیکار است هادی؟ اون میگه بابا من خلبانه، بابا من مهندسه، بابا من دکتره، بابا من دلاله، بابا من کلاهبرداره. اون اگه صادق باشه یکی میگه احتمالاً. تو چی میگی؟ من ساده بود عامیانه بعد حرف دلمو مثلا بازگو میکنم. پدر من یه کارگر آزاد، کارگره. خب چیزی که هست باید بگیم دیگه. وقتی پدرم من اینجوری دوست دارم، یعنی من در کل پدرمو خدای دومم میدونم. دیگه نیازی نیست به دروغ گفتن زبون من. پدر من همینی که هست. حالا هر کسی میخواد بخواد. چرا بابا تو انقدر قبول داری؟ بابا که سواد خاصی هم که نداره. چون خدا رو قبول دارم، پدر من باید قبول داشته باشم. آفرین. چون خدا رو قبول دارم. در کل والدین یه نوع خدای دوم فرزنده من افتخارم اینه که پدری این چنین دارم. زحمت میکشه. رفتی کمکش کنی تا حالا؟ فعلا که چنین لیاقت پیدا نکردم. اسباب کمکش باشم. به نظرم برو لیاقت پیدا کن خب. چشم. این همه جو میدی و شعار میدی خب برو کمکش کن. نه شعار نیست واقعا اون چیزی است. اون چیزی من واقعا عالی بود جمله که گفتی هنوز لیاقت پیدا نکردم. واقعا اینجوریه دیگه. من خودم استاد پیچوندنم. لیاقت ما بهت میدیم برو صبح کمکش کن. ما هستیم در خدمت. علی آقا ببرش کمک کنه دیگه. خود بابام خنده‌اش گرفت. اینا فقط درسش بخونن برای خودشون صاحب زندگی بشن، برای ما کل حرفه. اینا اگه بتونن برای خودشون زندگی درست کنن ما افتخار میکنیم. ولی تصمیم گرفتم فردا برم. همه پدر همین الان تصمیم گرفتی. تو به نظرم بازیگر شو عادی. نظر لطف شماست. شوخی میکنم. چقدر خوشگل راجع به شما صحبت کردن. همه باباها آرزوی این دارن که مثلا برای بچه‌هاشون سربلندی درست کنن، سربلندی باشه. بچه‌هات راضی علی آقا؟ من راضیم، خودشون راضی باشه. بله الحمدلله. من راضیم. شما راضی اینا مشتاق از دختراتون؟ بله. از بچه‌هاتون راضی؟ آره والا راضی هستم. الحمدلله. این پولی که شما سر سفره میارین خب به نظرم کار میکنه یه جای دیگه. یعنی این رزقه، این روزیه، این حلال بودنه که واقعا باید با ذره بین پیدا کرد. نونی که شما در میارید تو این دور زمان واقعا باید با ذره بین پیدا کرد. بازنشستگی نداره کار شما علی آقا؟ نه ما الان چند سالته شما؟ ما الان 56 سالمه. 56 سالتون. بله. فقط کار آزاد ما دوست داشتیم. از زمان کار ساختمانی بود، کار ساختمانی بالاخره کار می‌کردیم، می‌ساختیم. یه جوری شد بالاخره. الان شما 100 کیلو فرش و شونت می‌ذاری میبری تا یه مسافتی میاری چقدر پول میگیری میتونم بپرسم؟ خوب من نوشتیش مثلا 10 تومن 5 تومن 5 تومن 10 تومن. یعنی تو روز شما چند تا 100 کیلو می‌ذاری رو شونت فرش میبری میاری؟ آنچنان نیست، مثلا بازارم آنچنان مثلا رونق نیست. کساته. مثلا ما روزی 50 تومن 60 تومن. روزی 50 60. بله خدا روزمون میرسونه. اونم واجد زمانی ما تو خونمون مثلا حالا من که بگم خالی بسم دیده شده رفقا یخچال جابجا میکنن به زور مادر و اینا یه ما میرن تو ریکاوری یه ما که یخچال تکون دادن اینا ماشاءالله روزی با اون عددی که شما گفتم من دارم حساب میکنم یه روزی با 40 50 تا بار فرش و شونت بذاریم. بله اگر باشه شاید هم بیشتر، شاید هم 100 تا. 100 تا؟ بله اگر باشه بله. بله آقا شما مثل تاکسی ها نیستی روزای بارونی دوبله بگیری؟ چرا میگیریم بعضی وقتا. جون من عالی بود خیلی صادقانه بود. شما چی؟ شما دوبله میگیری این روزای بارونی؟ من دوبله نمیگیرم. آقا ما اشتباه. حقیقتش نمیگیری ها؟ نه با شما چقدر مسافت رو با چرخ میبرین بار مردم؟ فاصلهش که زیاده، مثلا از بازار تا شوش حتی تا بهارستان میدون فردوسی. تا میدون فردوسی؟ آره خاله. اون چقدر باره که بولش میدی؟ بله. اون چقدر وزن داره؟ سنگین ترینش؟ تقریبا 400 500 کیلو. غیر از اون که مثلا سنگینی باره من باید تحمل چیزم داشته باشم که اینو به قول معروف میگم امانتدار خوبی باشم، اینو صحیح و سالم برسونم به مقصد. 17 سال 18 سال که اونجام تا الان به قول معروف این پلاستیک یا به قول معروف هیچی این ور اونور گم نشده. و تازه این مسافت رو میرین دم ساختمون ممکنه که بلندش کنیم ببرید طبقه دوم سوم تحویل دارید که باید تحویل مغازه‌دار بدیم دیگه، تحویل صاحب جنس بدیم. علی آقا شما چرا کار دیگه انتخاب نکردی؟ من کار آزاد دوست داشتم.
از نوجوانیم کار آزاد دوست داشتم. چطور کردم ما کار ساختمانی زمانی دوست نداشتین تو بازار دلال چی؟ نه. چرا؟ دوست نداشتم. چرا؟ علاقه نداشتم. میگم شاید مثلا ببریم مثلا بلد نباشم من، وارد نباشم، سری بابا کلاه بذارم من مدیونش میشم. چیزی دیگه ما بیاد اون بابا مثلا فرض کن 500,000 تومان گردنش بذارن یه چیزی ما بیاد من نتونستم. نمیتونم. اونی که واردم میتونم. اما کار ساختمانی کم بیش واردیم. ما یه زمان کار ساخت‌ساز میکردیم با یکی از رفقا. حق من از بین رفت. بالاخره یعنی تو شما تو زندگیت کم بودی نداری؟ چرا داریم. به مشکل مالی میخوری چیکار میکنی؟ پناه میبریم به خدا. حل میشه؟ پناه میبریم به خدا میشه. یکی رفقا بالاخره شده دست جلو کسی دراز شه؟ نه خدا نکنه. اما در دوستانه چرا مثلا دستی گرفتم از رفقا؟ جونم. دستی میگیرم مثلا خب چی میشه عیب نداره. انسان زنجیر همه. وقتی میبینی یه جای گیری باید به رفاقات یا مثلا به داداشت به پسرمون باید بگیم مثلا فلانی به ما مبادی بکن دستی بدیم ما بعدم بهت میدیم. هی میگید صحبت پول دستی میکنی. هادی دستایی بابا تو دیدی؟ همون کلا علی آقا دستو سمت من نگه می‌داری یه دقیقه. بچه‌ها میتونین نشون بدین؟ والا من چطور دیگه این شمردن بچه‌ها میتونین توی پلانی ببینی؟ این شمردن پینه‌هاش واسه من بشمار چند تا پینه تو دست باباته؟ والا خدا اصلا قابل شمردن نیست. بشمار چند تاشون. آخه از اینجا بخونم شمردن میگیری. من دارم اینجا. حالا بگو 20 این آقا خانی اتفاقا بند خدا خواهرمون اشک لحظه توی چشاش حلقه زد. من دلیلش رو دقیقاً گرفتم چیه. این دقیقاً اون زحمتایی که پدرشون کشیدن. صبح تا شب خب خودش یه خورده گریه آوره. واسه اینکه آسایش فرزندش رو فراهم کنه. تو حالت تو زندگیت خوبه؟ شکر خدا. به بابات افتخار میکنی؟ از افتخارم بیشتر. اگه یه بخوای خودت بسازی تو ذهنت مثلا تخیل کنی دوست داشتی بابات کس دیگه ای بود؟ خدا نکنه. خدا نکنه. آفرین. خدا نکنه. ببین خیلی شعاریه چیزی که میخوام بگم. ممکنه خیلی هم متهم کنم به شو ولی من تعداد پینه‌های دست باباتو دیدم. ببوسش دیگه خیلی خوشگله. ما با این دست هم خیلی خونه ساختیم برای خودمون برای دیگران. با این دست کسی رو زدی علی آقا؟ نه. هادی رو زدی تا حالا؟ نه. هیچ وقت؟ نه یه دفعه یه دستش یه خود یواش میخوان یه دستی بهش دادم. ایشالله سلامت باشین. علی آقا دعا کن واسمون. دوست دارم شما یه دعا کنی واسمون. خدایا تو را قسم میدم به حق محمد آل محمد عاقبت همه مؤمنین مسلمین عاقبت بخیر کن. الهی خدای اینجا میشی در این مکان نشستن به هر تکشون به خودش به خانواده‌شون سلامتی و عاقبت بخیری بده. انشالله همتون در پناه خدا باشین و در پناه آقای امام زمان علیه السلام. خدای تبارک و تعالی به همتون توفیق بندگی بده بنده خوب بشیم انشالله. به همراه خودمون خدمت بکنیم. خدا انشالله عاقبت همونو بخیر کنه انشالله. انشالله. آقا شما دعا برامون. شما نفساتون خیلی حقه. شما خیلی مردین. روز مرد به نظر مال شما هست. به حق آل پنجتن که تمام جوان‌ها رو خوشبخت کنه هم در سرش بچهای ما هم همینجوری خوشبخت بشن انشالله. انشالله. شما دعا کنین ها. شما برای جوونا خیلی دعا کنین. به نظرم کی؟ جوونا. تو نه تو خیلی مردی میری فرا سر کار. دیگه هم فیلم واسه من بازی نکن. خیلی ممنونم. دستبوس شما علی آقا. خیلی آقای خیلی مردی. انشالله که همیشه اینقدر استحکام و صمیمیت تو خانواده دوست داشتیم جناب عالی از نزدیک زیارت کنیم حقیقتا. من مخلص شما. دوست داشتیم ارادت داریم. من دستبوس شما. من دستبوس شما. شما تشریف داشته باشید من مرخص شم افطار با هم ان شاءالله. بفرمایید خواهش می‌کنم. خدا کنه که دستمون نه جلوی کسی دراز شه نه با دستمون تو سینه کسی بذاریم. با دستمون کسی رو رد کنیم. خیلی شریفن. ماهتون اصل.